در عراق مردم زیاد سعی دارند موصل دومین شهر بزرگ این کشور را ترک کنند. این حادثه بعد از آن به وقوع پیوسته است که گروه همپیمان القاعده این شهر ولایت شمالی داهوک را به تصرف خود درآورد. بعضی ساکنان موصل خوف دارند که آشوبگران اسلامی مردم مناطق اشغال نمودهشان را اذیت خواهند کرد. فراریان باقی مانده بر این نظرند که نیروهای حکومت عراق با استفاده از حمله‌های هوایی کوشش خواهند کرد که نظارت موصل را برقرار نمایند. در پاکستان باشد ساکنان ولایت شمال وزیرستان به جایهای امن کوچ بستند. آنها در تشویشند که هنگام عملیات هوایی نیروهای حکومتی بر ضد طالبان در میان دو طرفی درگیر میمانند. ماه روان نظامیان پاکستان موقعهای جنگجویان را مورد آتش قرار داده ده‌ها سلاح به دست را به هلاکت رساندند. شمال وزیرستان پایگاه گروه‌های افراطی اسلامی شبیه شبکه حقانی و طالبانی پاکستان است. در روبروی قرارگاه میری شهر مسکو، طبیبان بر مقابل بعض دیگرگونی‌ها در مورد استفاده خانه‌های دولتی اعتراضی دستجمعی دایر نمودند. بر پایه آن هر طبیبی که کار را بس می‌کند باید خانه‌ای از طرف دولت تقدیم شده را برگرداند. در گذشته خانه دولتی بعد 10 سال کار بدون توقف از آن خادمان ساحه بهداشت به حساب می‌رفت. در شهر جنوبی اوش قرقیزستان مراسم یادبود قربانی‌های ناآرامی‌های سال 2010 برپا شد. مردم در نزد هیکل اشک مادر چهارمین سالگرد این حادثه خونین را یاد کردند. خونریزی‌ها میان قرقیزها و ازبک‌های اوش از 10 تا 16 ایون سال 2010 ادامه داشتند و در آن تخمیناً 500 نفر کشته و یا به نام و نشان شده‌اند. در شهر آستانه قزاقستان پلیس مالی اداره تلویزیون اینترنتی مخالفین با نام 16/12 را کافت و کاب نموده تجهیزات فنی این شبکه را مصادره کرد. پلیس مالی درباره این عملیات هیچ تفصیلاتی نداده است. در افغانستان وزارت مدافعه به خبرنگاران اطلاع داد که مدافعه ضد هوایی این کشور به تمرین و تجهیزات احتیاج دارد. فرمانده نیروهای ضد هوایی افغانستان میگوید وضع ناگوار است، زیرا در ماه دکمبر سال روان واحدهای جنگی نیروهای بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا افغانستان را ترک میکنند.